اون یکی خانواده‌ش هم زندانی بودن، یعنی به اصطلاح تو زندان بودن اینا، بعد مخالف بودن این بیاد. این تازه 3 سال 4 سال بعد فرود جاویدان اومده، یعنی هیچ خبری تو عراق نبوده، اینا زده، اونا مخالفت کردن. تو این 25 سال هم هیچ تماسی نداشتیم. آره همین مانع شده دیگه. آره. یعنی شما اصلا درخواستم ندادین مثلا یه جوری اون موقع بتونین یه تماس اون موقع نمیشد، اون موقع تو اشرف بودیم که نمیشد تماس بگیریم، امکان دسترسی اینا نبود. بعد لیبرتی هم اومدیم که دیگه دنبال نکردیم، که دیگه اومدیم آلبانی. تو آلبانی تماسی داشتیم، با مادرمون صحبت کردیم، اونم زیاد تمایلی نداشتن به ادامه دادن با ما. موقع داداشات اینا مایل نیستن با صحبت بکنن. میدونین برای هیچ کس باور کردنی نیست، یعنی یکم حق بدیم بهشون. شاید فکر میکنن که شما نخواستین، نمیتونن بپذیرن، هیچ کس نمیتونه اون فضا رو بپذیره. میدونین برای راحت نیست. ما خودم مثلا بودیم مثلا چرا تماس نمیگیره، حتی به دروغ برام گفتم خودش نمیخواد یه بار. مثلا باورم نمیشد، گفتم غیر ممکنه. خیلی سخته یه تماس با خانواده رو نخوانین و برقرار کنه، اونم شما بعد از این همه سال تو اون فضا. دقیقا همینجوری دیگه. اونم از دست ما ناراحت شدن، عصبانی هم که 25 سال باشون تماس نگرفتیم. الان هم دیگه داداشام و اینا زیاد چیز نکردن که بیان تماس بگیرن با ما. فعلا فضاشون اینجوریه، فضاشون سنگینه نسبت به ما. 71 اومده اینجا، 71 اومده اینجا، 73 رفته زندان. این همون جاییه که بسیار من بودم اینم بوده. من میگفتم اونجا که مذهب که میزدن اینا مثلا تو باور میکردی، 71 اومده 73 اونجا الان هم داشتیم همونه میگفتیم. اگه اصلا باورم نمیشه. یعنی یه چیزایی که آدم اولین بار میشنوه. من الان که داشتم به خودشم میگفتم، خودش صحبت کرد، گفتم اگه خود یه نفر بود این حرف رو من میزدی من باور نمیکردم بازم، تا اینکه چندین نفر پیش از تو بهم گفته بودن فلان. من که مثلا خودم اونجا بودم، دیده بودم که 73 به اصطلاح که میزنن، اما شکنجه عین شکنجه های زندان خمینی، کاب رو زدن رو. آخه چرا؟ مثلا شما که تازه 2 سال اومده بودی. یه سری بهانه‌ای آورده بودن دیگه. نمیدونم تومون نفوذی اومده، نمیدونم یه سری مشکلاتی ما داریم بایستی تصویه بکنیم. بعد دیگه همه رو برده بودن اونجا دیگه شکنجهش دیگه این شکنجه رژیم بود دیگه، چون ما خودمون شاهد صحنه‌اش بودیم. آدم‌ها رو زده بودن، آشلاش کرده بودن، طرف پوست بدنش کنده شده بود دیگه، ما خودمون شاهدش بودیم دیگه. من شاهد نبودم ولی مثلا این شاهد بوده. یعنی هم قربان علی ترابی که کشته شده، من خودم اونجا بودم. کشته شد اونجا، هم اون بچه‌ای که شکنجه شده بودن. اوضاع احوال اینجوری بود. بعدش هم همه رو ربط میدادن به انقلاب مریم. خود قربان علی رو که بهش بگو قربان علی رو. قربان علی ترابی رو نزدیک 1 هفته از ساعت 11 شب میبردن تا 6 صبح دیگه. یعنی وقتی میومد تمام بدنش آشلاش بود، لباساش پاره شده بود. بعد دیگه بچه‌ها بهش رسیدگی میکردن، بعد دوباره شب میومدن میبردن. بعد کسی نمیدید اینو؟ نمیدید که دارن چی کار دارن میکنن؟ یعنی افراد دیگه بیخبر بودن؟ نمیدونستیم، فقط اینا که تو سلولش بودن میدونن. یعنی فقط این شاهد بوده با چند نفر دیگه. حالی هم بوده که چیز داشت، سرطان داشت، حالی تالا که فوت کرد. همه جا چیز بود دیگه، مخفی کاری بود دیگه. اون چیزش هم بوده که رفت تو حمام آخرین بار که دیگه از زیر شکنجه و اینا آمده بود، تمام بدنش کبود بود و از بدنش همینجوری خون میریخت اینا، دیگه رفت تو حمام. ما دیدیم بیرون نیومد، شیر رو باز کرده بود، صدای شیر میومد ولی دیگه حرکت دیگه این نبود. بعد مشکوک شدیم، بعد هرچی در رو میخواستیم باز کنیم در باز نمیشد. بعد دیگه به زندانبانای اونجا میگفتیم، اومدن در رو به زور باز کردیم، رفتیم تو دیدیم خودشو حلق‌آویز کردن. آره. بعد دیگه اونا جنازه‌شو کشیدن بردن دیگه. شما چی کشیدین اونجا؟ ما آره بابا وحشتناک بود.
جز کسی که این پاشی گرفته که اون چیز جناشه کشیده بیرون، این چیزم بوده، بهرامم بوده، بهش میگم مختار که تو کمپ بابرو اونجا زیاد به من مراجعه میکرد که چند بار که به تو گفتم که این مختار و اون نریمان زندان با بودن، اینا شکنجهگر بودن. این توی این صحنه هم بوده، پاش گرفته کشیده اینا. ما خودمون شاهد چند تاشون بودیم، اونجا که بودیم شاهد شکنجه شدن چند تاشون بودیم. الان داشت خسرو رو گفت. نه خسرو نه، داداش خسرو، برادرش چی؟ فرامرز رحیمی. آره اخوانی داره میگفت که پوست پاش کنده بود. من الان فهمیدم کار پایت میزنن، چون استخون قربان علی هم چندش میگفته استخونایی که قربان علی هم شکسته بوده. یعنی این خودش اصلا باور کردنی نیست. کلی شنیدیم، پریم، هنوز تو شوکی از اون شکنجه ها. خودم باورم نمیشد که تو زندانهای رژیم چنین شکنجه هست. میگفتم خدایا آیا میشه من برم بیرون اینا رو برای مردم افشا کنم که مثلا بدونن چه خبره. 73 آخرش هم چی بود اون مثلا محل شکنجه و ادامه رو بودن پشت میدان شلیک. آره میدان شلیک، محل حزازه اینا بود آموزش. الان کلمه‌اش گفت یادم اومد، حزازه. آره یه جایی بود اونجا تانک، مثلا یه تانک آموزشی کار میکرد اونجا، شلیک اینجا حرکت میکرد، یه ساخته بودن اونجا بهش میدن حزازه. پیست سامت شلیک اونجا محل رسش گنجه. آره همون زمانی که پاش گرفتن کشیدن اونجا فرداش بوده یا صبح یا ساعت 11-12 بود مثلا. آره طنزش که جالبه. آره. که اینو بردن جنازه‌شو بردن ساعت 10:30-11 بود، اومدن توی اتاق همه رو جمع کردن، به خط کردن. بعد یهو گفتش که کوروش کیه؟ گفتم منم. گفتم منم. شک گذاشت تو خوش. چرا؟ که دیگه بقیه همچین کاری نکنم دیگه، از ترس و از اینجور چیزا دست به خودکشی اینا نزنن. تازه این کسی که زده جز هواپیماروباهای سال 49 بوده که با مساق بیده محمد سادات دربندی. یعنی از زندانیان زمان تمامی زندانیان زمان شاه شده بودن شکنجهگر و بازجو بلا استثنا. توشون 1-2 نفر هست که توی این کار وارد نشدن، از جمله مثلا بهش میگفتن جلیل. آره جلیل مددی، مهدی مددی. آره مهدی مددی. بقیه‌شون بلا استثنا همشون کاب، بازجویی، شکنجه، یعنی همشون تا این حد. خسرو رحیمی رو من امروز که من شنیدم که پوست و پاش کنده شده بود، میگو اصلا راه نمیره، میگفتم دگمه پیراهن نداشت. آره تمام از سر تا پایین کم بود. ببین یک هفته هر شب میبردن دیگه، 11 شب میبردن 6 صبح میآوردن. من همین الان که اومد که صحبت چی میخواستن از جونش؟ معلوم نبود چی میخواستن. از همه تعهد میخوان بگیرن که شما نفوذی هستید، باید اعتراف کنیم به که بعداً علیهش استفاده کنن. ما اول فکر میکردیم داستان بر سر نفوذی بودنه، اما وقتی 700 نفری میگیرن دیگه نفوذی نیست، چون از همه میگن مثلا به اعتراف کنیم و این که دیگه هیچ وقت از سازمان خارج که نمیشیم، چون خروج ممنوع اعلام کرده بود. حالا اینجوری کردیم که با سرکوب و تهدید و اعتراف، این خود رضا مرسلی هم میگفت از همین اعتراف گرفته که ما نفوذی رژیم خمینی. بعد وقتی میمدن تو دادگاه رجبی بهش میگم نه شما برادر مجاهد ما هستید. چون کاغذها رو دیگه تو دستش داره، هر موقع بخوان حرف بزنن این کاغذ رو مثلا که رو میکنن که بله این آقایان نفوذی بودن. بابا چه نفوذی بودن؟ باور نمیکنن. یعنی حق بدیم به خانوادتون، چون اصلا قابل الان که داریم میگیم اصلا واقعا میمونم. یعنی اصلا آدم تمام این سالها ما رو فریب دادن. یعنی ما خانواده ها میدونی بیخبر قد دستمون به جایی بند نیست. مگر ما رو فریب ندادن؟
من خودم تو دادگاه رجوی میگفتم که خود منو کاب بزنید، چون من نمیخوام که نفوذی رژیم خمینی از اونجا بلندش بیاد تو اشرف ما رو ترور کنه. ما هم فریبیم، ما انقدر ساده بودیم، ساده به صفت ایمانمون، چون عاشقش بودیم، ما انقدر اعتقاد داشتیم حرفاش باور کردیم. اما سال 73 من خبر نداشتم که چنین شکنجه‌هایی میکنن، چنین کشته‌هایی رو. بعد از مثلا خود ما هم تو دادگاه رجوی همین سوسن تهدید کرد اگه این حرفا بزنید میکشی بتون. آره، یعنی اینقدر ما حجم شکنجه رو ببین. من که میگم 700 نفر گرفتن، اگر ما تقریبا 1200 نفر از اشرف رفتن فرانسه، یعنی از 2800 نفر 700 نفر زندانی، یعنی از هر 4 نفر یه نفر دستگیر شده. بقیه‌شون هم مسئول شکنجه بودن دیگه، خب یه دارم مسئول کرده. همین 700 نفر هم تو سیستم زندان بودن، پشتیبانی از بازجویی، شکنجه، نگهبانی، صنفی، ناهار، غذا، شام، اینجور چیزا. تمامی کادر در خدمت زندان بودن، تمام بودن. 6 ماه کارشون این بوده دیگه، نصف سال اینجوری کار کردن، زندان کردن و شکنجه کردن. 6 ماه کارشون بوده دیگه. وقت شما با اون پیشینه، با اون برادرتون نه تازه این هم اعتقاد داشتیم، ما هم تازه اعتقاد داشتیم. برادرمون اعدام شده بود، خواهرام و برادرم توی زندان. آره، کسی که این تو این شهر قرار بگیره معلومه. حتی خود اینم 73 هم دیده فکر میکرده که اینا نفوذی هم. خود کوروش هم این باور کرده بوده. آره. ولی شما رو هم زدن دیگه، شما رو هم زده بودن دیگه. ما رو کمتر زده بودن. آره. ما هم که رفتیم توی دادگاهی رجوی گفتیم آره کار خوبی کردیم، باید همین کارو میکردیم. مگه چیز دیگه هم میتونستیم بگیم؟ چیز دیگه هم مگه میتونستیم بگیم، ولی مثلا ما شرایط اینجوری بود، قبول کرده بودیم که اینقدر اینا گفته بودن که نفوذی تو اون نفوذی زیاد شده و بایستی این مسئله نفوذی رو حل کنیم دیگه. برای ما هم چیز بود، قبول کرده بودیم که آره واقعا همینه، به خاطر نفوذیه. بعد که اومدیم بیرون فهمیدیم که بحث نفوذی نبوده، میخواستن آدما رو بترسونن و آدما رو به اینجوری بالاخره دیگه آدمی باشه که تو دستشون باشه دیگه، تحت کنترلشون باشه. و همین هم شده، همین کارو کردن دیگه، کنترل. از این همه آدما دیگه میترسیدن، هیچ کس برای رجوی صحبت نمیکرد. هر چی میگفتن آره، میگفتن انقلاب اینجوریه، میگفتی آره، نمیدونم این بند انقلاب اینجوریه، میگفتی آره، این مسئولت باشه، میگفتی آره، چون ترسیده بودی دیگه، چون عواقبشو میدیدی عواقبش زندان و شکنجه، بعدش هم تحویل دادن به صدام حسین که معلوم نیست آخر عاقبت چی میشه دیگه. همه تنظیم میکردن، همه میگفتن چشم، دستش نمیزدن بالا، تمام این کارو کرده بود. خود قربانی هم که خودکشی کرد دیگه، تحمل شکنجه ها رو دیگه نداشت، به این خاطر خودکشی کرد. و اون زیر بارم نرفته، میدونی هرچی به شکنجهش شدن که ازش اعتراف بگیرن نرفته بعدنش و دستاش بود. آره. از اینجا کبود بود تا پایین. بعد وقتی که چیز شد چی کارش کردن؟ مثلا چجوری اعلام کردن؟ اعلام نکردن. آره دیگه، بعد برده سرمانیستش کردن. این خانواده‌ش هم اومده بود، اون یکی خواهرش روانی شد. آره مریم و معصومه رو گرفته بودن، همسرش رو گرفته بودن، اینا رو خانوادگی گرفته بودن، بوده مثلا 7-8 نفر میشدن، همه‌شون هم تو زندان بودن، همه‌شون هم شکنجه شدن. آره فقط این کشته شده، چون همه اونا رو این آورده بود. آره یک خواهرش که اصلا روانی شد اونجا. بعد به خود بچه‌ش هم که پسرش هم که بعدش بهش گفتن بابا نفوذی بوده، کشته شده. اینجوری گفت. همه فرید داده بود. آره. چیه؟ داستانش اینجوری بوده دیگه. منم که اومدم اول فکر میکردم حرفا سازمانه، بعد مواردی تو اینترنت خوندم اصلا شوک کننده بود، چون میدونستم هر حرفی میزنن همش همون چیزایی که بوده، ولی اینا
رفته بودم به سمت رژیم، یعنی اینا رو تحویل چیز داده رفته بودم. بچه های دیگه که اومدن تو آلبانی از سازمان جدا شدن تازه فهمیدیم که اون چه خبر بوده. فرید بود، رضا مرسلی بود، اسماعیل ونک بود، محمد تقی آبخیز بود و شهرام نصیب بود، یا همین که مرتضی آستانی که طبقه بالاست که گفته بودن. یعنی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه نیست، بلاهای سر عریضا طاهری رو آورده بودن که اصلا شنیدیم و خوندیم اصلا شوکه شده بودیم. ما تا این حد نمیدونستیم. اصلا نمیشه گفت تلخ، هیچی نمیشه برای اینا گفت، هیچی نمیشه گفت چه بر سر آدم ها آوردن. الان هم آدم ها همه حرفاشون رو نمیزنن، نه هنوز هم ترس دارن، حتی اونایی هم که بیرونن ترس دارن، چون یه مقدار وابستگی و اینا هنوز هست. درسته، دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. هایی که مثلا میان توی بیرون تعریف میکنن توی رسانه ها میاد در همین هست. نمیشه گفت، ولی خب این واقعیت دیگه، دهن به دهن همینجوری میره. مثلا کوروش به من میگه، من به اون میگم، همینجوری اینجوری عمقش بیشتره. بعد الان کوروش یه چیزی گفت رضا حسینی دیروز از سازمان مدیریون احتمالا گفت یکی از بهترین نفرات امجهید اوناست. حالا مثلا امجهید که میگن رده بندی که مثلا که اکی اومد تو سازمان، بعد میگفت که الان اون بچه‌های خوب دارن میان بیرون، نه چیزی. یعنی دیگه مثلا یعنی نمیتونم مارک بزنن که این از قبل مثلا مسئله داشته، مشکل داشته، اینجور چیزا. این نفری بوده که دیگه بهترینشون بوده دیگه. صدیقه و مژگان همینطوری اینش پروانه دورش میچرخیدن. همیشه هم پشت میکروفون بوده، از انقلاب و از تشکیلات اینا دفاع میکرده اساسی. آخه مگه چاره دیگه هم بوده؟ شما خودتون فضای اونجا رو دارین؟ دیگه نبوده. آره مثلا هر بحثی که اونا می آوردن باید میرفتی پشت میکروفون اثبات میکردی، بوده درست همینی که شما میگین همینجوری. اگه مخالفت میکردی یک بلایی سرت می آوردن که دیگه اصلا واویلا. یعنی همه آدمان که پشت میکروفونی بودن چون قبلا چیز شده بودن، دیده بودن وضعیت بقیه رو، دیگه اونا تلاش میکردن که خنثی باشن برای اینا دیگه صحبت نکنن، همش فقط اثبات بکنن. یکیش همین فرامرز رحیمی بود. یکم فرامرز رحیمی بود. یکیش هم توبا خواهر خلیل. آره توبا بزرگمهر. توبا بزرگمهر وقتی که رجبی بود یا مریم این میکروفون رو ول نمی‌کرد. آره. یعنی یک ساعت پای صحبتش همیشه بود. اون گفتی واقعا این دیگه چقدر سمجه دیگه، بسه دیگه 3000 نفر اینجا نشستیم. حالت تعو دیگه آدم بگیره از این همه. نکنه سال 73 نه. چی؟ به نظر من این آدم چیزی نیست. برادرش اونجا کشتن، برادرش شکنجه کشتن، خودش هم شکنجه کردن. من از جاهای دیگه شنیدم، یعنی خوندم اینا، به اون برادر بزرگش تو زندان اون نادر رفیعی گفته بوده اگر همکاری نکنی به خواهر تجاوز میکنیم. جلوی چشمای مثل خودت اونجا بوده که مثلا آره اینا باید اعتراف مینوشتن. نادر رفیعی نژاد یکی از اصلی‌ترین شکنجه‌گران بوده، حتی 77 هم از من بازجویی میکرد تو خود بیمارستان. حالا اینجوری بودن داستاناشون خیلی زیاده دیگه. الان در مورد خلاصه داره میگیم چیزایی که شما میشنوید، مثلا یک بخشی از این چیزایی که اینا انجام دادن اصلا که کردن. ما سالیان سال فکر میکردیم خب حداقل شکنجه نمیشن، اینو میگفتیم حداقل شکنجه و زندان نیست. باورت میشه دقیقاً این جمله بود که ما میگفتیم حداقل دیگه سیامک تو زندان و شکنجه نیست. غافل از این که اوه الان شما که میگین دیگه اصلا شما چه دیدین اومدین الان اینجوری خانوادم اینطور. من مهره کمرم خورد شده تو همین جریانات. وقتی تو لیبرتی خواستم برم کمیساریا مصاحبه کنم، یادمه جهانگیر پرویز کلیلیان، جهانگیر فرمانده من به
بهم گفت که ببخشید یه ذره صدات خوب نمیاد، یه ذره بلندتر. جهانگیر بهم گفت که تو کمیساریا بگو کمرت و پاهات تو زندان اینجوری شده. من تعجب کردم. زندان رژیم مثلا. آره چون اگر ما از زندان میگفتیم به ما تهمت میزدن که شما اصلا مقاوم نبودین، شما خائن بودین، بودین، شما این چکم نخوردین. حالا میگه بگو که کمرت اونجا خوب شده، پاهات اونجا قطع شده، مچ با دستات اینجا شده. گفتم بابا من دروغ که نمیتونم بگم، اینا تو اینجا اینجوری شده، به این علت من دروغ نمیگم. حتی حاضره که من اونجا بگم چیز کنش شدم چون پای خودشون در میونه که نمیخواد بگه پیش ما چنین بلاهای سرش اومده. تمامی عکسای رادیوگرافی منو از بین برده بودن چون همش جعلی بود. کمر نشون میده سالمه. تو عکس کسی دیگه ای بوده تو کمر، در حالی که وقتی عکس گرفتیم تو لیبرتی هم کسی که عکس گرفت هم دکتر شوکه شدن، گفتن که این که مهره‌ها که خورد شده که هیچی نمونده از اون قطع نخور. همه‌اش دروغ. یعنی تو سازمان ما تنها چیزی که میشنویم دروغ. این حجم دروغ آدم رو روانی میکنه و جرأتی نمیذاره کسی حرف راست بزنه، چون بحث شکنجه نیست، میبرن تحت صدام میدارن. یعنی من چیکار این کار کنم با حیثیت خانواده‌ام، خواهرم، پدرم، مادرم که بایستی که با حیثیت اونو با شرف اونا که بازی کنم که من تحویل به اسم صدام بدم، صدام تحویل خود رژیمه. چیزی نمیمونه، میسوزونن آدمو. ما رو تو تله انداخته بود که هیچ راهی نداشتیم. من 17 سال واسطم جلوشون، 17 سال. اکثر بچه ها گفتن که تو بدجوری واسطه جلوشون چون همین بلا سرت آوردن. آره دیگه. ببین کسی که مثلا من بعد فروغ اومدم، ولی کوروش 71 اومده بوده، یعنی زمانی اومده که بمباران جنگ کویت تموم شده، عراق هم حمله کرده آمریکا، هیچ خبری نیست. یعنی این طرف واقعا باید خیلی فداکار باشه، صادق باشه، عجوب داشته باشه. اومده میتونستین راحت زندگی خودتون رو داشته باشین. تو بدترین شرایط اومده تو سازمان، خانواده‌اش هم مخالفشن، کسی هیچ کس نمیرفت دیگه. الان داره قیمت همونه. این زمانی خودش اومد که سازمان فقط داشت با قاچاق انسان جذب میکرد. چون آره. پاس داشتم خودم اومدم ترکیه، از ترکیه اومدم اردن، از اردن اومدیم عراق. با عشقی اومده بودیم، گفتم بالاخره مسعود رجبی مجاهدین هستن، پیش رژیم نباشیم، تو ایران نباشیم، همینجا مبارزه‌مون ادامه بدیم. ما دیدیم اینجا زیاد فرق با رژیم نمی‌کنه. سختش اینجاست کسایی که زندانی سیاسی زمان شاهن، از نظر ما بوت بودن، اینا انقلابیون والا بودن، آدمای وارسته و برجسته‌ای بودن، بعد شکنجه شده بودن، سابقه زندان داشتن. خود اینا یهو می‌بینیم میشن باجو شکنجه‌گر. باجوهای رژیم به گرد پای باجوهای سازمان نمیرسن. چه شکنجهش، چه بخش روانیش. شکنجه‌های روانی که تو سازمان مجاهدین است بی سابقه است. همه تجربیات رو دارن، بلاهای سر دارن بیارن. ما فکر نمی‌کردیم. خود فرید میگفت که شکنجه‌های خونه‌های مسکونی رو هم اینجا پیاده می‌کرد. خود فرید، من تا فرید نمیگفت، فرید که اینا رو میگفت خودش گریه میکرد، میگفت تا نشنیده بودم از فرید اصلا من باور نمیکردم. یعنی اگه هر کی میگفت که باور نمیکردم. اینجوریه. اینا در واقع تجربه هم زمان شاه رو داشتن هم زمان خمینی رو دیگه جمع‌بندی کردن، هر دوتا رو انداختن روی هم دیگه و دیگه سر ما خالی کردن. میگم باید انتظار نشه بشین، هضمش برای ماها راحت نیست توی دنیای الان. مثلا اگه شما بگین ارتباط نداشتین با خانواده‌شون قابل هضم نیست. اگه بگین که مثلا موبایل نداشتین قابل هضم، اصلا
خیلی چیزای بدی که شما محروم از ابتدایی ترین نیازهای انسانی، ابتدایی ترین، دقیقا همینجوری بود. ابتدایی ترین که اصلا من نمیدونم اصلا شما بیایم بشینیم به یه آدم محال قبول کنه. الان شما فکر کنم خودتون دیگه الان تو اون خب الان آلبانی نمونهش اصلا مردم نمیتونن بپذیرن. خودشون هم بخواه میدونن. ببین سعیده، ببین چه واضحه. الان کوروش میگفت که بعد 73 دیگه کسی حرف نمیزد، هر چی اونا میگفتن تایید میکردن. من سال 92 بعد سکته مغزی اون برا سر آمد، رفتم با این بسته که موشگاه مهده بهش گفتم ببین ما داریم تو سازمان قتل انجام میدیم، میخوام تلفنی با خرمرم صحبت کنم، حق دارم یا نه؟ گفت آره حق داری. گفتم خب اگه حق دارم میخوام باش صحبت کنم. ببین مگر گفتن این که تو سازمان داره قتل انجام میده، گفتم ببین با کشتن منم مسئله حل نمیشه، صورت مسئله پاک نمیشه، اینم ته خطم نیست که این تموم شده است، چیزی از ما باقی نمونده. ما داریم تو اشرف و لیبرتی داریم قتل انجام میدیم، خودمون داریم خودمون میکشیم. چطور رهبری این خبر که نداره؟ خودم میخوام بهش بگم، ولی هیچ موقع نتونستیم که با مریم حرف بزنیم. ببین چرا؟ چون خودش داره این کارا رو میکنه. اگر 1% احساس ترس میکرد باعث به من زنگ میزد که سیامک داستان چیه؟ قتل چیه؟ این کسابتکاری ها چیه؟ جنایت ها چیه؟ اصلا صداش در نمیاره. منم فشار میارم به اون کار. من فقط به این دلیل به کمیساریا هیچی نگفتم، چون اگر که میگفتم من تحویل پلیس عراق میدادن، یعنی هتل مهاجر، یعنی اونجا که رژیم. آره اولین بار که اونجا تو کمپ تو گفتم که من سکته کردم، وقتی اومدم تو مقر پدر من در آوردم. چرا به خواهرت گفتی سکته مغزی کردم؟ من دروغ گفتم. ببین هر چی باشه به سعیده میگم، بذار حالشون بشه. 1 ماه قبل از اینکه بیام از لیبت خارج بشم که باز احتمال کشتن بود، به یکی از بچه‌ها گفتم که اسمش محمد علی آگهی بود. بهش گفتم که اگر هر برای سر من زنده نبودم کشتنم که با دارومار کشتنم، به خواهرم تمامی کرده تو بگو. بگو که اینجا گوشه بود فردا اسم رو نزنن شهید سیامک نادری، مجاهد شهید فلان اینا ماسمالی کنن بره. دقیقا به همه دروغ میگفتن. خودشون یه صندوق صدقی گذاشته بودن، میگفتن شما صادق باشین، هر چی دارین بیاین بنویسین بندازین تو این صندوقه، ولی با ما کاری نداشته باشین، ما دروغ خودمون رو میگیم. یه چیزایی که آدم که به دیگران میگیم، مثلا ما حرفایی که به دیگران میگیم الان خب شما با خنده میگین خارج از خودمون، مثلا میگه خانواده ها یا مثلا خارجی یا دوستان میگیم اینا، بعد طوری به ما نگاه میکنن انگار که ما آدم های به اصطلاح با عرض معذرت این خود آدم هایی که نمیشه گفت نامعقول، خنگ و سادلوح و پپه هستیم، در حالی که ما خنگ نبودیم. مثلا ویژگی معلومه تو سازمان خنگیمون نبود، هوشیاریمون بود، صداقتمون بود، انقلابی بودنمون بود، سالم بودنمون بود. از بس بلا سرمون آوردن ما مجبوریم این حرفا رو بزنیم که چنین چیزایی میگفتن اصلا این حرفا رو میزنن که آخه موسیقی حرفای خنده‌دارش میگفتن. با خود ما حالمونه که این حرفا موسیقی، ولی اونجا نمیشه بود. اگر بگیم مثلا موسیقی که از اون بلا سرت میارن. خود ما از حرفایی که اونها میزدن که داریم میزنیم خجالت میکشیم. ما میگفتن که علت این که رژیم تا الان سرنگون نشده تقصیر شما هست. تقصیر ما نیست، تقصیر شما هست، چون شما کارتون رو نکردید. ما مجبور بودیم اینو تایید بکنیم، بگفتیم آره تقصیر ماست. ما همه باید ثابت می‌کردن که خیانت کردن که به رجبی که رژیم سرنگون نشد. از صبح تا شب کار ما این. یعنی آدم روانی میشه یا نمیشه؟ خب طرف روانیه دیگه، رجبی یه روانیه بیماری که نه دیگه کسی که قدرت باشه. آره دیگه به نفرات خودش پاسخگو نیست دیگه،
چه انتظاری ازش هست. همه باید بیان از خودشون انتقاد بکنن جز رجبی دیگه. مریم و مسعود از خودشون انتقاد میکنن، اشکال از اون هیچ اشکالی ندارن که همه کارشون درسته دیگه، تقصیرها برگردن بقیه است. اینجوری دستگاهی که همه این بردن دیگه. دروغ نه سیامک خودش نمیخواد تماس بگیره که من گفتم از طرف برادر من با من صحبت نکنیم، من واسطه نمیخوام، من خانواده خودم رو خوب میشناسم، برادرم رو میشناسم. شما این امکانات رو فراهم نکردیم دیگه. مثلا 2 بار تماس میگرفتم میگفتم ما اطلاع دادیم، 3 بار تماس میگرفتم چی شد. این تماسا نه اینکه فکر کنی فرداشا مثلا باز میگفتم بذار 1 ماه دیگه تا خبر برسه، من چه بدونم که مثلا الان اون تشکیلات اونجا چجوریه دیگه. دفعه آخر مثلا من باید داد و بیداد میکنم مخصوصا تو اون حملات. خب خیلی نگران میگفتم پدر مادر من اصلا حالشون خرابه، ناراحتم، من تنها کسی هم. آخه این چه وضعیتیه؟ شما هیچ خبری نمیدین، همجور عکس میاد روی سایت کشته شده ها، اون صحنه ها. بعد میگفت بشین سیمای آزادی رو نگاه کنین. گفتم بعد 30 و چند سال مادرم اصلا قابل تشخیص اگرم که بشینه ببینه و اون صحنه ها رو چندین بار ببینه که بتونه چهره برادر پسرش رو بتونه تشخیص بده. آقای رجبی خودش نشسته میبینه اینا رو، میبینه چه داره به روز این بچه ها میاد. خانم من چیکار کنم؟ بعدش گفت من چیکار کنم؟ من به مسئولم این گفتم و اینا. گفتم من میخوام برادرم رو ببینم سالم یا نه. زخمی میگین این تعداد زخمی، خب وضعیتشون چطوره؟ اسامیشون که من باید ببینم برادرم. بعد 1 ماه خبر میدن جزو زخمی ها نیست. بعد که تموم شد مثلا 1 ماه تموم شده رفته، مثلا اونم تازه همین که میگین تازه مجبور میشدن توی ایران هم که هیچ کس اصلا نمیتونه کاری بکنه، اصلا نه کامل، اصلا دست آدم به هیچ جا بند نیست. حالا تازه این ور باز یه امکاناتی بود پرسون هادی تالا که همین پارسال از سرطان تو لیبرتی فوت کرد بیچاره، اون بود که زد در و شکست قربانایی رو فهمید. میگفت اون بود که مشت مال میداد، یعنی این چیز میداد که پرستارشون بود دیگه. بعد از اینکه از شکنجه اینا میومد پرستارشون بود. بیچاره اون وقت خودش هم اینجوری خودش هم تا روز آخر در ظاهر از اونها طرفداری میکرد، ولی تو محفل‌هاش با دوستاش گفته بود که این بلا سر ما آوردن، ولی تو ظاهر رعایت میکرد. توی آلبانی فوت کرد. هادی تالا با ما اومد توی کمپ، یعنی 27 آبان 93 اومد با ما اومد. چند ماه بعد فوت کرد. واقعیتش اینه که یک ذره صداقت نداشتن دیگه، دنبال مظلوم نمایی تو خارجه بودن که آدم ها رو دور خودشون جمع کنن، ولی شناخته شدن. مردم عادی متنفرن اصلا. شما حساب کنین اصلا هیچ کس اصلا اسمش میاد دقیقا انگار نمیدونم سوسکی چیزی باشه، یعنی همه با اکراه اصلا نگاه نمیکنن، صحبتشو نمیکنن، اصلا انقدر اینا نفرت انگیز شدن. بهترین جوونا بودن جمع شدن دورشون، باید بهشون خیانت شد دیگه. اینجوری بود. ما هم الان از بچه‌هایی که گاهن تو خارجه تماس میگیریم چی جوریه، میگه باید اصلا اسم مجاهدین رو نباید بیاریم، میاری میسوزی. ما خودمون تعجب میکردیم که واقعا اینجوریه. میگه آره. شما نمیدونستی؟ نه یه رفیق داشتم ازش گفتش که با هم دیگه میرفتیم ورزش، همین که بهش گفتم من منطقه بودم، بعد گفت یه لحظه وایستا من میرم الان میام. رفت که رفته. بعد چند روز دیگه میگه از دوستش تماس گرفتم، یه دوستی دیگهش. گفتم این چی شد؟ با هم دیگه رفیق شده بودیم، میرفتیم باشگاه، میرفتیم میدویدیم. گفت بهش چیزی گفتی؟ گفتم آره، گفتم از منطقه اومدم. گفت بابا اینا رو دیگه نگو اینجا. هر کی میگی در میره. میگم تازه فهمیدم که بابا اصلا من نباید صحبت بکنم که تو منطقه بودم. شما میگفتید من باور نمی‌کردم. من گفتم نه اینجوری نیست. ما هنوز همون ذهن سال 60 رو داشتیم. نه
فکر میکردیم اینجوری. بعد بچه ها که رفتن خارج، از آلبانی رفتن تو اروپا و آمریکا، یه چیزایی میگوید اصلا ما شاخ در میآوردیم از نفرتی که تو خارج کشور از سازمان است. وحشتناک که میگن. حالا اون موقع که من ایران بودم، مثلا همون 70 75، مثلا بچه‌هایی که دوستان بودن خارج بودن می اومدن ایران، مثلا میپرسیدم، همین پاسخ اونا میدادن. یعنی از اون موقع اینجوری بوده، چون وقتی که اون سیستم توی اونجا داره با شما این کارو میکنه، بیرون که نمیتونه چهره دیگه‌ای داشته باشه. درستش از ظاهرشو همچین آراسته نشون بده، ولی درونش نشون میده اینا دروغشون، پدر سوختگیاشون رو بوده از اون موقع. خب بیشتر توی بیرون بیشتر. الان یه نفر گفت صحبتش بود به نام ایرج عطاریان، هیچ کسی اومده تو سازمان از سال 61 منطقه. بعد فرماندهم، بعد 65 یا 66 از نجفی این میخواد از سازمان بره بیرون. خیلی ازش کردن، یه فشار رو زدن و اشاره طوری تحقیق. بعد توی جا بود یکی از بچه ها برگشت بهش گفت اگه حرف میزنه ما دهنش میگیریم به اصلاح باز میکنیم که حرف بزنه. یعنی مثلا که فیزیکی، یعنی با تهدید توهین. من رفتم گفتم بابا جون این برخوردها خوب نیست. اگر این ذره‌ای هم فرضاً که بخواد بمونه، این برخوردها دافعه می‌ندازه تو سطح ما نیست که فردا بخوایم اینجوری نگه داریم. بعد نکنه اصلا به حرفای من اونجا هم میگفتم، اما اهمیت نمیدادم به اینجور حرفا. الان کوروش گفت که کوروش هم اون زمان پیش ما گفت از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب میرفته تو بنگال همین توهین تحقیر و زدن و فلان. همین یعنی چیزایی که من یه بخشی رو میدونم، اون چیزی خودم میدونم. کوروش جرئت نمیکرد تو اشرف یا لیبرتی این حرفا با هم بزنیم. اینجا داریم حرفا میزنیم. ما 25 سال هرچی من میدونم فقط تو ذهن خودمه، به هیچ کی جرئت نمیکنم بگم، چون میبردن تیخباره میکردن. الان بخشی رو من میگم، بخشی رو کوروش میگه. تازه میفهمیم چه حوادثی رخ داده، یعنی چند نفر که میاد هی تکمیل میشه. بقیه هم همینطور، یعنی هیچ کس اونجا با هیچ کس صحبت نمی‌کرده. چون دیگه بحثی آورده بود مسعود رجبی به نام اینکه هر کی با هم دیگه صحبت بکنین محفل بزنین شعبه سپاه پاسداران. انگ چیز می‌زدن. شعبه سپاه پاسداران که دیگه مفهوم خودش داره دیگه، همه از این میترسیدن. شعبه سپاه پاسداران یعنی بری محفل بزنی دیگه میبره یه جایی که دیگه فشارهای روحی و همه چیز دیگه، جسمی و همه چیز رو هست. به همین خاطر دیگه آدما خودشون رعایت میکردن، یعنی نمیخواستن برن تو اون فضا که دیگه زیر فشار و دست و پای دیگران برن. مثلا برات اگه از این حرفا میزدی، محفل میذاشتی، میومدن برات یه نشست بزرگی میذاشتن، همه رو میریختن رود، فحش و بد و بیرا و از این حرفا میزدن تا نفر دیگه بگه من غلط کردم، دیگه من از این کارا نمیکنم. تا این حد اولین چیزی هم به محفل گفته بودن اینو خود رجبی گفته بود هیچ محفلی نیست که توش مسائل جنسی و اخلاقی طرفین نباشه. ببینید چجوری میترسونن، یعنی یه سختی میزنه میگه هیچ محفلی نیست، حتی اگه دوستانه هم باشه به هم یه دونه مثلا دفتری خودکار تحویل بدن، یکی به این خودکارش به این بده یا اینو ساک اون هم کنه یا چیزی رو هم کنه، یا مثلا که مریض براش غذا ببره اینجوری محفل بزنه، این یه چیز جنسی توش خوابیده. میبینید چجوری تابو میکنن آدم، چون تمام ذهن این آدم بیمار همینه. ما حالیمون نمیشون که چرا این حرفا رو میزنه، قفل کرد. آره که هیچ جوری بچه هایی که اومده بودن الان که از کوروش مثلا سوال کنم، رضا به هم میگفت سیامک تو اولین نفری هستی بعد 25 سال دارن این رو بهش میگن که راجع به زندانهای سازمان. فرید میگفت سیامک تو اولین نفری هستی که دارن میگم، هم به تو گفتم هم به رضا. اسماعیل و نکمی نمیگفت. محمد تقی آبخش میگفت من تا الان حتی بهش فکرم نکردم، میگفت وقتی یادم میاد حالم خراب میشه. اون صحنه‌های
اصلا شکنجه ندیدم. گفته هیچ چیزی از صورتش هیچ موقعی نبود، آشولاش کردنش. کی؟ همین این چیز بود، محمد تقی آبخز بود. بچه سال بود اومده بود سازمان، یعنی هیچ کسی به همین دلیل هم تونست حفظ کنه، هیچ اطلاع درس. الان میاییم اینجا کوروش تو رو خدا با اولین نفری که راجع به زندان‌های سازمان که صحبت کردیم از سال 73 تا الان کی بوده؟ اولین نفر سیامک بوده. با هیچ کسی جرئت نمی‌کردیم صحبت بکنیم. غیر من که با کسی هم صحبت کردی؟ هیچ کسی دیگه. هنوز همون فضاست نه؟ هنوز حس میکنین همون فضاست؟ هنوزم که تو آلمانی هستیم جرئت نمی‌کنیم. من خودمون میگم که یه روزی اگه از آلمانی خلاص شدیم بعد صحبتامون رو بکنیم. میدونم اینجوریه. اینجا میدونم. نه واقعا حق داریم. چون هنوز هم الان دیگه چون ببین کمیساریا رو قطع کرد، کمیساریا دیگه به پول نمیده. اینجا کاری هم نیست، به خدا اگه کار باشه آدم میگه هر کاری میکنه. مشروع کرد به پولش. سازمان به خاطر حفظ اطلاعات، سازمان به همه افراد میگه شما زالو هستین، خائن هستین. اما سوال اصلی اینجاست، اگر اینا زالوان، اگر خائنن، اگر بریدن، شما چه مرگته که به این زالوها این همه زالو جمع کردی؟ ماهی $375 قبلا $500 میادی، ماهی $500 برای این 100 نفر داری میدی، 500,000 بیشتر میشه، 600,000 تا اصلا تو سال میشه. چرا به زالو آقا چرا زالو پروری میکنی؟ یک ککی تو تومونت آقای رجبی، بگو چته؟ زالوی اصلی نما خودتی که از خون بچه ها مکیلی برای پست مقام خودت، برای رهبری خودت. کدوم انقلابی، کدوم مسلح، کدوم آدم پاکباز بچه های خودش شکنجه میکنه، تیکه پاره میکنه؟ آره. در کل اینا به فکر سرنگونی رژیم نبودن. نه اینا میدونستن که هم چیز، اینا زودتر از همه فهمیده بودن که وقتی که میخواستن خودشون حفظ کنن. حالا دیگه بند نیروها بودن، سر نیروها بلاها رو می آوردن که تو خارج هم بتونن مظلوم نمایی بکنن. اونجور سیستم بسته، هیچ کس راه نداشته باشه، هیچ نفوذی، یکی بیاد ببینه چه خبر اونجا. یه شاخص بگم همین کوروش که نشسته پیش من روز اولی که اومد بهش گفتم کوروش تو از اون رقص رهایی چیزی میدونی باور میکنی؟ گفت نه. رقص رهایی؟ آره، یه داستانیه که رجبی با زنا داشته. آها این داشتیدم. گفتم تو باور میکنی؟ گفت نه. 2-3 بارم بهش گفتم، روزای بعدم دوباره اصلا باور نمیکنه. فکر میکنی کوروش که باور نمیکنه این علائم صدقشه یا ناصادقیشه؟ صادقیش. از من صادقه. ببین آره. کوروش همه چیز اینا رو میگه اینا شکنجه‌گرن، سرکوبگرن، توتالیترن، ولی این بخش میگه اینو دیگه نمیپذیره. آره میفهمم. تا این که چون صادقه، ببین مخالف با اونا ولی میگه این نه. اما چند روز بعد بود هفته بعد اومد گفت بعد باورمون نمیشه چقدر ناصادقی وجود داشته که اصلا آدم خودش میگه تو این 25 سالی ما چی کار میکردیم، چون انقدر صداقت داشتیم هیچ چیزی رو نمیپذیرفتیم. رجبی برامون بزرگترین انقلابی بود دیگه تو ذهن خودمون، پیش خودمون. بعدش که یواش یواش فهمیدیم دوزاریمون افتاد، دیدیم بابا چه خیانتی به ما شد و تازه داشتین شکنجه هم میشدیم. شکنجه میشدیم میگفتیم خوبه، باید همینطوری میشد. آره دیگه، نیروی خنده داره ولی آدم که صادقه. چون ماها همه مردم فکر میکنن که ما مثلا خیلی ساده لوحیم یا واقعا آدم های پرتی هستیم، اما وقتی برمیگردیم به گذشته اون بچه های 50 و 60 میدیم تو زندان ها رو میدیم که اونجا تیکه پاره هم میکردن،
اصلا خیلی عجیب بود. من تو زندان 7 سال نیم زندان 1 ثانیه لحظه غمناک نداشتم. از بس میخندیدم. من سر خندام تو انفرادی خیلی کاپردم. تو انفرادی میگفت تو از بس که با صدای بلند میخندی که پاسدار اذیت کنی. به خاطر این کتکم میزدم، هم اونجا میدونن هم جاهای دیگه. بعد ولی ما 17 سال بگو یه روز آب خوش از گلوم پای نرفته. هر سال میگفتم امسال سیاه ترین سال زندگی من بود. حال بعد جنبندی میکردم بودم پارسال بهتر بود تا رسیدیم به 92 که قصد کشتن ما رو کردم. اتفاقی من پشت تلفن که به تو میگفتم قرصی که به من دادن 2 تا گاو رو میکشت. من اینجوری میتونستم اونجا به تو بگم من اتفاقی زنده موندم. میخواستم اینا ضبط بشه که من چنین حرفایی زدم، چون اونجا که نمیتونم بگم که اینا، حتی که به تو میگفتم ببین به کمیساریا هیچی نگو چون برای سازمان استفاده میکنن، یعنی کمیساریا هم خبر نداره. من به کمیساریا هم نگفتم معنیش میشه این. من پشت تلفن اونجا هر موقع میگفتم گفتن چرا پشت تلفن این حرفا میزنی؟ خب مریضم گفتم دیگه، خانواده‌ام اینجا هم که میتونستم بگم اشرف نبود، لیبرتی بود. کمیساریا فهمید گفت شما اورژانسی، گفت تا شنید گفت ما 7 ماه بیخبر شما سکته کردیم. الان از کوروش بسام سوال کن بگو تا زمانی که سیامک اونجا بود اصلا تو خبر داشتی که چه بلاهایی سرش اومده بود؟ اصلا تو سکته مغزی کردی؟ اصلا نمیدونستیم. هیچ نمیدونم. ولی میدیدینش. ما میگفتیم سیامک کیشه میگفتش که مشکلات تشکیلاتی داره، شما باش چیز ارتباط برقرار نکنید. آره بعد ما هم که میترسیدیم دیگه. من یه مقدار از وضعیت سیامک اطلاع داشتم که همین که باهاشون در جنگ و فلان کوتاه نمیاد تو حرف خودش هست، یه مقداری اینجور چیزا رو من میفهمیدم. 2 ساعت سکته کردیم 2 ساعت سکته کردیم. خدا پدر این مسعود نوری رو بیامرزه. مسعود نوری مثلا هنوزم وفادار به تشکیلات سازمان و مسئول شبیه. آخه اون وفاداری که میگه همین که آقا کوروش میگه است. نه دقیقا همینجوریه دیگه. حالا هرچی باشه ولی این واقعا بچه خوب. اگه اون ببین بچه خوب بودنش به اونا مربوط نیست، ذات آدم خوبه. یعنی که به حسابی که میخوام بگم این حرف تو نیست اگر کسی هم با اوناست مزش خرابه، نه اینجوری نیست. واقعا ببین اون نبود من مرده بودم. 2 ساعت واسطن که بالا سر من، پاهم فلج، سرم فلج، کلم گیر کرده لای پلو در تکون نمی‌کنم. گاهن تکلمم 10 کلمه حرف میزنم بعد این فکرم قفل میکرد دیگه همجوری میمون. 2 ساعت من اصلا بیام مثلا که با ماشین میبرن که دکتر 5 دقیقه راهه نمیبرن. دکتر همیشه 6:30 میومد، اون روز 7:30 اومد. یعنی 6:30 ویزیت ماست. اولین ویزیت که من اصلا بهتون میگم 2 ساعت ما نبودم تا اینکه خودم حالم یعنی خوب شد. 33 روز بعد سکته نمیبردنم دکتر. زمانی بردنم دکتر جمعه بردن. حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی هم میرفت جمعه میرفت. شب دکتر خواب بود. چرا؟ چون شنبهش از رژیم یه تیم میومد تو بغداد، تو دانشگاه بغداد که به عنوان کشتار درونگروهی سازمان مجاهدین، اینا ترسیدن که نکنه اطلاعات من رفته اونجا. من شنبه که اونجا کنفرانس بود که مجاهدین افراد خودشون رو میکشن، اطلاعیش هم هست که خود سازمان اطلاعات، اینا جمعه که اطلاع داده که شنبه چیزه، من همون جمعه شب بردن دکتر. اصلا جمعه دکتر نمیبرن، حتی 10 شب نمیبرن. با حول و ولا دکتر متخصص با زیرپیرن اومد، اوف کرده بودم، یعنی داشتم فیلم میدارم خواب میدم. گفت مثلا چی گفت اینا؟ بعد آقا منم زدن کردم این 33 روز این قرص رو مخفیش کردم، بردم جلوی دکتر گفتم این قرص رو به من دادی. گفتم تاریخ مصرف گذشته‌اش. گفت نه اینجوری. گفتم چه اینجوری؟ بعد این طرفی که مترجم سازمان بود به این برگشت گفت که اینا رو ند، این قرصای به اصطلاح خودمونه. دکتر به نظر من ذره بینم برده بودن همراهش.
یعنی ببینید گفت اصلا ضربی نمیخواد، اینا تاریخ مصرف گذاشته است. گفت من نگفتم اینا رو با هم بخورید، گفتم 2 بار من تاکید کردن اینا رو که با هم بخور. گفت اصلا من نگفتم. گفت سکته، من قبول نکردم، گفتم من سکته نکردم. گفت هر چی بشه 3 بار بهم گفت ببین تو سکته مغزی کامل کردی. آره، ترجمه‌ای که بعد رفتم دکتر نامش برای تو اومد که این سکته نکرده، این سریع ساختن یه دونه جعلی. دکتر احمدی کیه؟ دکتر احمد دکتر وحید نامه فرستاد به تو که این سکته نگه. ترجمه رو پیش دکتر کمیساریا که دکتر علوی، فامیلش علوی بود، وحید، اینو ترجمه غلط کرده بودن که انگار این خودش فکر میکنه. آره دارم اونو. آره اونو به من دادن. به کمیساریا هم همونو دادن. کمیساریا هم همونو فرستاده. سازمان ملل. آره همون نامی که یوسف فرستاده برای تو که آره که این دروغ میگه. گفت این دروغ میگه سکته، اگر بتونم باز من ترتیبام بدم. من 1.5 سال فلاس کردم، نخ میبستم که کسی نره توش قرص بریزه. به یه نفر گفته بودم برام چای بیاره، فقط یه نفر بود، اونم کنترل شده. 1 بار فقط شانو گفتم مستقیم میری مستقیم میاری، به هیچ کی هم که پاسخ نمیده. چای من میاری، اگه خواستی که بری جای دیگه فلاسک یه روز خالی بیاره. اینجوری ما زنده موندیم. تو مناسبات طوری کرده بودن دیگه کسی به کسی اعتماد نداشت، یعنی به نفر بغل دستید نمیتونستی اعتماد بکنی. اینجوری بود، یعنی هیچ دوست نزدیکی اونجا نداشتی، تک و تنها، هر کی تنهای تنها، چون میترسید، من میترسیدم برم پیش این صحبت کنم این حرفای منو ببره به مسئول اونجا بده. بدترین نفر تو سازمان مجاهدین دوست آدمه، چون اولین کسی که میارن بالا سره همین دوستته. میگن میاریم که پلها تو بالا خراب کنه. اون رو میارن که اون هرچی تهاجم به تو کنه که برزد تو حرف بزنه. به این خاطر اولین کسی که نقش منفی بازی میکنه خود همون دوست آدمه. اگر این کارو نکنه از این کنار میرن، میفتن سر اون. اینا کجا آموزش دیده بودن یه همچین چیزای روانی و شکنجه های اینجوری و افراد و به این درجه؟ یک بار اومدی اینجا، تجارب 50 سال دارن. یه بار اومدی اینجا، تو دنیا هم چیزی نیست آخه فکر کن. جواب کتابا رو خودشون دادن. فرید جوابش رو داد. این فرید یازوچی بود. سال به تو گفت که تو مثلا که رو ترجمه کردی، گفت ببین این یه ساختار یه روز 2 روزه نیست، 25 ساله است، هی ضربه ساخته تا شده. این توتالیتاریسمی که تو شوروی بود 1/1000 اون فضای اشرف و لیبرتی نداشت. سال 78 تا 80 هر کی میرفت تو عمل جاری شباب با ترس و لرز میرفت، به خدا پوست میکردن. الان من امروز شنیدم که عملیات جاری دیگه تو این آلبانی و تو کم دیگه همینی کشکی شده. نه الان عملیات جاری چجوری بود؟ پوست میکردن. آخه 1000 جور اسم داره عملیات جاری. آره عملیات جاری همون چیزی بود که بری بزنی تو سر خودت دیگه، بگی که مثلا من امروز این کاری که انجام میدادیم پیش نرفته تقصیر من بوده. آها. آره من خوب کار نکردم، من خوب کار جوشکاری نکردم، من خوب کلنگ نزدم، من خوب بیل نزدم. بعد اون تومه چی؟ تومه هم همونه؟ ما مانع سرنگونی هستیم. تومه هم که مال خارج کشوری ها بود بیشتر، نفر دیگه از خارج اومده بودن، بعد یه مدت مونده بودن اونجا، درخواست این کرده بودن که دوباره برگردن. آها. اینا چون می‌خواستن جلوی اونا رو بگیرن این بحث تومه رو بود. گفتن هر کی بحث خارج گرایی بکنه تومه است، تومه رژیم. مناشه بده پیش رژیم. در یک کلام بحث اینجوری سرکوب می‌کرد. آره بحث تومه این بود. تو اون به 4 ماهه گفتن همه شما تومه اید، چون همه شما تو ذهنتون تو قلبتون اینه که اینجا برید خارج. همتون هم باید اثبات کنه که تومه اید. همه باید اثبات میکردن بله ما تومه خارجی گرا هستیم، یعنی دوست داریم بریم خارج، تومه خارجی گرا. اگر هر کی اینو ثابت نمیکرد
اگه هر کی خلاف اینه میگفت این دیگه انقدر غرقه، انقدر خارجگراست که اصلا دیگه حالش نیست. ببین چجوری با کلمات و اعتراف نمی‌کرد توماس، هر کی اعتراف نمی‌کرد توماس، اون وقت ببین صندلی سالم باقی نمیموند. صندلی وجود نداره، یهو میدیدی تو سالن صندلی نیست، همه رو پرت کرده بودن. آره فحاشیایی بود. آره دیگه فحاشیایی که میشد تو مثلا توی جامعه عادی هم اون فحاشی‌ها رو نمی‌کردن. یه زن، من اینجا کوروش شنیدم، خمیرا اشراقی، خمیرا محمد نژاد، نه خمیرا حجتی الان مسئول کشورهای اسکاندیناویه، یعنی 3 کشور مسئولشه. ببین تو لیبرتی به یه آدم قدیمی که از 58 عضو بوده چی گفته؟ یه آدم بهش گفته که تو دعیوس، میبخشی دعیوس و تنلشی تو. این الفاظی که یه زن استفاده کنه اونجا، ما خودمونم میخوایم بگیم دیگه با معذرت‌خواهی و فلان اینا این حرفا رو میزنیم. ولی راحت توی نشست جمعی پیش ما هممونم بودیم، بلندش کرد گفت تو دعیوسی و تنلش، حقته که بریزن رود هر چی بهت بگن، بعد منم پوستتو میکنم فلان. بیچارهش کرده بود دیگه، تو نشست ساعتها زیر تیغ همین خانمه. بیماری قلبی داشته، قلبش هم جراحی کرده، جراحی بازم کرده، جراحی باز شکافته. آره بعدم همیشه مخلص اینا بوده. آره تلاش میکرده که دیگه توی نشسته بیاد همیشه از اینا دفاع بکنه که دیگه زیر تیغ اینا. همین زن از اون واقعا زن هست. افاده‌ای که این داشت، من میگفتم مگه این سلطنت طلبه، مثلا شهبانوه که اینجور سرش میگیره؟ حیف نیست آخه این الفاظ برای اینا. واش ببین برمیگشت میگفت که همه ما که قدیمی بودیم همسن خودش بودیم، بعدا سنمون اما بیشتر بود، میگفت چرا من اومدم از جاتون بلند نشدید؟ کدوم زن شرقی، زن ایرانی، زن انقلابی، زن مبارز نگوین حالا زن خاکی مبارز، 18 نفر 20 نفر که نشستیم توی اتاق که خانم بیاد. وقتی خانم میاد، یعنی ما 20 نفر اصلا نشستیم که خانم هر موخواست بیاد، اگرم نیادم میان خب ببرید رو خودتون. آره شما حتما یه مشکلی داشتیم که این خانمه نیومده، چرا من میام تو اتاق انجام نشدیم. آره بعد میگه که جمع بی غیرت، چون اینا میگن که جمع که باشه، جمع خصلت رهبری داره. بعد میگفت که شما جمع بی غیرتی. بعد من سوالم که مگه جمع رهبری نیست؟ پس اگه جمع رهبری، مگه رهبری بی غیرت هم هست؟ مثلا دارم بگیم، یعنی چون تناقضات مثلا دست کنم چی اگه همین جمع هم که خصلت رهبری داره، یعنی عین رهبری چند نفر، اگر مطابق نظر این خانم حرف نزنه، جمع بی غیرت. یعنی این زنه تو بددهنی و دماغ سر بالا، بهش میگن دماغ انگلیسی، یعنی فیس افاده داشتن. نه این فیس و افاده هم نیست آخه، این واقعا از حد یه آدم مغرور و چیز خیلی بالاتره. این آدم بیماریه، جنونه. کلماتی که هست کمبوداشون بود اینا دیگه، کمبود در نمیدونم یه عده آدم بزرگو نگه داری و بعد بیایی همه انتظار بکشن که این خانم میخواد بیاد که توهین پشت تو این کلمات زشت و چیز. نه اینا غرورم نیست. خب که مشکل اینجاست که ما زبونمون برنمیگرده که اون چیزای واقعی به این خانم بگیم. روز اولی که منو بدم تو آلبانی، وقتی گفتم که منو فلان میکردن گشت گفت که سیامک این حرفای تو میزید، تو اصلا زبونت نمیچرخه بگی اینا من شکنجه کردن. من گفتم شکنجه؟ خوب نیست بگم شکنجه، سازمان مجای شکنجه کرده. اون سازمان میزد آشولاش میکرد. اسم اینا چی میذارن؟ زمین شکنجه نمیومد، شکنجه مال که رژیم بود.
اینجوری بود دیگه. مثل اکثر بچه ها همین مثلا همین کوروش هم بود. اول اومده بود آره خواهر فلانی گفت، خواهر فلانی گفت. من اینجوری تو زبانم دیگه نیست. چرا دیگه زن، اون زنه، خواهر یه معنایی داره دیگه. اما تا ما عادت کنیم این فرهنگ از ذهنمون بره طول میکشه. من اول میدونم خواهر فلانی، خواهر فلانی. چی کردم؟ من چون اونجا بودم 30 سال عادت کردم به همین دیگه جوری تا اینو چرخ بدم یه خورده طول میکشه. خواهر فلانی این کلمه رو استفاده کرد. خواهر فلانی انگار که مثلا نه اینا در تو تاریخ در نوع خودشون یعنی بی‌نظیر. قبلا میگفتن که مثلا تو ارتش تیمسار فلانی یا سرگروپان چنین فوشی به من. آره یه چیز حالا میگم خانم ایدئولوژی شورای ارشد رهبری که به من گفت که دیوس تنلش می‌دونی شده. یعنی هیچ فرقی با تیمسار زمان شاه هیچ فرقی نداره. یک آشغال و واقعا یک آشغال عقده‌ای که میشن فرمانده مگه میشه باش طرف شد. خوندن از رو متن بلد نیست. میدونی ما ویژگیمون آگاهیمون بود و اشرافمون. میدونی چه کیفی میکرده قبل اینکه وارد شه شما رو نشونده اونجا، بعد میدونه که الان چه حالی دارین که الان دوباره میخواد بیاد الفاظ زشتی استفاده کنه. این انتظار برای اون آدم بیمار لذت بوده. واقعا که الان میاد یکشون و این واقعا اینا بیماریای آدمای روانیه که بهش اگه بی احترامی میکردی بعد یه جای دیگه تلافی میکردی. یعنی اینجوری نمیذاش بگه. ولی شما بی احترامی هم نمیکردین اون الفاظ استفاده میشد. اصلا نیازی نبود که، چون انگار سهم روزانه شما بود این تحقیرها، این فحش‌ها، این الفاظ زشت سهم روزانه شما بود که باید بهتون داده بشه که مبادا یه وقت نفسی آدم یکی بکشه، هیچکی جرئت نکنه یا به خودش بیاد که چی داره میگذره. آره جرأت ابراز وجود پیدا نکنه. آره دیگه دقیقاً همون 73 هم همین کار کرد. فقط به همین دلیل یه دوره‌ای که نسخ کشی بود، زر چشم گرفتن بود تا هیچ کسی تو تشکیلات نطق نکشه. بعد اونم نشست دیگ گذاشتن، نشست حوض گذاشتن همگی. اونجا 1/4 بردن تو زندان. بعد تو نشست حوض که قوانینی گذاشتن که دیگه رسمی اعلام کردن محفل فلان، خارجگرایی نداریم، خب بذار که خروج ممنوع. هر کی رو که مشت آهنی جوابش میدی من این ببر هر کی باید سیک عمل جاری کنه. ارتش منحل همه برن سمت رژیم مگر اینکه این قوانین رو بپذیرن. تک به تک هم بار که بلندشن 3 بار بگن حاضر. هر کی نره میزد رجبی میگفت نه این ضعیفه، بلندتر نره بزن. بعد حساب کنین این فیلم ها رو به خورد بیرونیا میدادن. همه ببخشیم وقتی نگاه میکردن، خب مردم عادی ما میدیدیم، میگفت یعنی چی این حالت؟ مثل این که خیلی معذرت میخوام اصلا به خودتون نگیریم ولی واقعا دید مردم رو دارم میگم، میگفتن حقشونه که اینا هر بلایی سرشون بیاد. کسی که فقط مثلا یه سری کلمات تکراریه مثل اینجوری توی یه سیستم بسته یه چیز اون شده خدا، هم خب میخوان ببین چجوری حاضر این، یعنی یه ذره اینا فکر نمیکنه. خب این دیدو به مردم میداد، یعنی هیچ کس حاضر نبود این سیمای آزادی رو ببینه. هیچ کس. میگه حالمون به هم میخوره. میان هی تعریف میکنن، هی یکی و هی میبرن بالا. مسعود مریم از این دوتا خارج نیست. چیزای تکراری، تصنعی، خنده‌های تصنعی، دروغ. یه روز منو صدا کردن گفتن که تو چرا گفتی که فلان کسی که شما فرستادین آلبانی مریض نبوده؟ من گفتم خب نفرش مریض نبوده دیگه، آدم سالم بوده، شما فرستادین آلبانی، شما میگین ما آدمای مریضی میفرستیم.
بعد گفت نه چون آدم مریض بوده تو حق نداری از همچین حرفی بزنی، چرا دروغ میگی؟ گفتم من دروغ نمیگم که شما دروغ میگید. فرمانده و مسئولانشون رو جلو فرستاده بود. نه ما اصلا دروغ نمیگیم، این طرف مریض بوده تو هم حق نداری، اگه ما همچین حرفی بزنی بلند شو برو از اینجا، برو بیرون، برو پیش عراقی یا فلان، هتل مهاجر بود. تهدید. بابا ببخشید ما اشتباه کردیم، بله درست نفر مریض بوده. تا بدمون کردن رفتیم. میدونی کوروش قرار بوده 91 بیاد آلبانی، 91 کمیساری اومد پیش من گفتش که آلبانی قبولت کرده، پذیرفتت، بعد الان بیا ازت عکس بگیریم، بعد این فرم هم امضا کن که یه هفته دیگه بفرستیم بریم. بعد من گفتم بایسته برم به مسئول حفظمون اطلاع بدم به حفظ قرارگاه آقای پرویز کریمیان. بعد رفتم بهش گفتم کمیساریا گفته که تو مسئله حل و فصل شده، بعد بیا عکس ازت بگیریم که فرمم پر کن، یه هفته دیگه بری آلبانی. بعد گفت باشه اگه میخوای بری کمیساریا ساکتم جمع کن، برو هتل مهاجر. یعنی پلیس ناقد ما برو پیش چیز پلیس عراق. ما هم گفتیم آقا نخواستیم همینجا میمونیم. اینجوری بود تا 5 سال. خیلی واقعا خیلی از بچه‌ها همون زمان کمیساریا اومد بهشون گفت که میتونیم بریم، اینا جلوشون گرفتن نذاشتن و نمیشدن به کمیساریا مثلا گفت که اینا دارن اینجوری میگن. شما تو فضایی بودین که حتی به کمیساریا هم نمیشد اطمینان کرد، درسته؟ دقیقا همینجوری بود، چون توی کمیساریا نفر داشتن. اونا هم خوب میدونن، اونا هم خوب میدونستن که چی کارا میکنن، چقدر سنگ اندازی، چقدر دروغ. اینجوری بود آستانایی بود. ما الان وقت دنبال یه جایی هستیم که آزاد باشیم. همین نفراتی که قربان علی رو شکنجه کردن، مختار و نریمان، جز سریای ما بودن. 2 سال قبل اینا آمدن اینجا. تنها کسایی که تو حیات فوتبال بازی میکردن همین 2 نفر بودن. از 60 تا مردی که اومده بودیم، 60 تا زن و 60 تا مرد، از اون 60 تا مرد 6 نفر سالم بود که میتونستن فوتبال بازی کنن، 6 نفر تقریبا سالم بود، ولی 2 نفر از همه سالم‌تر میشن چون فقط شکنجهگر بودن، فقط زندان. اونا حرفه‌شون 25 ساله، من از سال 68 میدونم، 25 سال حرفه‌ای زندان با بودن، 68 تا 91 تا 93 که اونجا میشه. آره سازمان حتی 86 و 85 هم با زندانهاش راه انداخت. سرکوب دیگه تا گلو و خرخره و مرخره نیست، 100 متر بالای سره، اصلا هوایی نیست. خوب شد اومدی با کوروش هم صحبت کردی، به اطلاعات اضافه شد. ما تازه مینیموم ها رو میگیم. دیگه خودم با هم فکر میکنم سال 58 و 60 اینا با چه انگیزهایی ما جذب اینا شدیم، بعد الان چی شد؟ این هیولا شدن، آدمخوار شدن. دقیقاً اینجوری شدن واقعا، چون وقتی یک سیستم رو میبندی دقیقا همین چیزا ازش میزنه بیرون. خیلی وحشتناک. آره. یه شعری نوشته بودم، در که پنجره بسته میشود گنجشکی خورشید میزنه به پنجره. در که بسته میشه دیگه معلوم میشه بلای سر آدم میاد، هیچ نمیفهمه. یعنی اصلا تو نمیتونی بگی مثلا فردا تمام میشه، پس فردا تمام میشه، تا جون بی لبت نکنم. من خودم فکر میکردم اگه خودکشی کنم رجبی جلوی اینجور کثافتکاری ها رو که میگیره، به عقلم نمیرسید که آب از سر چشمه گنده. حیف چشمه رو استفاده کنی. اونجا چیزه خیلی 3 سال طول کشید تا بفهمم. من تا 83 هم بازم فرصت دادم، دیدم دارم میگن که برو خودتو بکش. اصلا شاخ دارم بودم. جابر فخیم بهت گفت که نرم مصاحبه با آمریکایی ها 83. گفتم تنها راهی که میذاریم جلو تیمه. گفتم این رهبری گفته جا خورد. آره دیگه وقتی نفر میزنی از پشت پرده بیا بیرون، خود
مثل این مسعود حرفان بگیرن مثلا بگیره چون جا زدن. آره اینجوری هم هر چقدر بهشون چاپلوسی کنی از تو بیشتر میخوان، از تو بیشتر. الان یه نکته جالبی که اینجا بود، کوروش که حرف میزد من همه هندونه ها رفتم. مشکل رو دارم مثلا. خب بعد بری بیاری دوباره چجوری همه رو خوردی؟ نوشه جان نه فکر نکن که مهمونیه، مثلا که خوابیدن کوروش هم این اونجا یهو دیدم کوروش در باز کرد اومد مقره. چی میگی؟ معاشرت اجتماعی صفر. میگم فلان بسر اصلا شاید من به اصطلاح این کولیا هنوز توی لیبرتی هستی؟ هنوز توی فضای لیبرتی رو داریم. میزبان منم اما گوشخواه مخالی کردم. نوش جان. دست درده همین خودش خیلی خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. تلخه چه بدونم، ولی خب خیلی خیلی خوبه که حداقل تو این شرایط فضای آزادی. آره دنبال این هستیم که یکی پیدا کنیم یه مقداری صحبت کنیم. آره ببین همین بعد 30 سال ببین این خیلی مهمه. ممکنه یکی بیاد بیرون فقط دنبال کار و زندگی خوش مثلا باشیم، خیلی خوبه اینا، ولی ما حداقل که بدونیم که چه بلایی سر ما اومد. من فقط اون هیته خودم رو میدونستم، با کسی نمیتونم حرف بزنم. الان من یه بخشی رو به این میگم، این یه بخشی رو به من میگم، اونا به هم دیگه تازه میفهمیم که تو چه فاجعه‌ای بودیم. و اصلا گفتن اینا چقدر آدم یکم سبک بشه، سبک میشه. آره همینجوریه. آخه که مثلا که بدونیم که چه نمونه این حتی اومده بود اینجا، اینم مثل من بود. این فکر کرد تا زمان از سازمان جدا شده، سال 95 از سازمان جدا شده، تو شهریور یا مرداد، شهریور مرداد 95 میگه سازمان سال 73 هر باشتون کار بکنه. همین کوروش کما که همین سیامک نادری 93 میگه سازمان هر باشتون کار بکنه. من به شرط میدم. آره من تعجب میکردم. آره ما بعدا با هم اونجا نمیستیم حرف بزنیم. ما اینجا فهمیدیم که بابا حجم بلایی سر اومده فقط سر یه نفر دو نفر نیست. یه نفر پیدا کن که سازمان چنین بلایی سرش نیاورده باشه. یک نفر نیست. سازمان نه رجبی. آره در واقع وقتی میگیم سازمان، ما سازمان مجاهدین اصلا نداریم. تنها کسی که هست فقط خود رجبیه. مریم هم کاری نیست. مریم بهترین تعریف خودش کرد تو 72 تو ریاست جمهوری اسلامی رسید. مرحوم رجبی کاردی هم در دست مسعود رجبی. آره خودش بهتر که کارا رو پیش میبرن. حالا مردم همینجوری نفرت دارن، مردم داخل رو میگم و اینا بشنون که چه گذشته دیگه چی. آره همینجوری اصلا نفرت انگیزن این، چون واقعا سیستمشون بسته است. یک آدمی نبوده تو لیبرتی بخواد جداش، یک آدم که بهش پیشنهاد نده باشن بیا بهت تحت مسئول میدیم، بهت یه کرسی میدیم، بهت یه رده میدیم، تو رو میکنیم FA یعنی فرمانده. حتی بیروز فلاحی بابا من اصلا نخواستم فرمانده بشم، هیچ موقع نمیخوام فرمانده بشم میخوام برم. آره اینجوری بوده. باشه خیلی خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم. موفق باشین، انشالله خبرهای خوب برسه دیگه. انشالله. خیلی خیلی ممنون، خداحافظ. خبرهای خوبی که دیگه اینجا بره دیگه انشالله همینم خوبه. امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.